هموطنان عزیز، همه شما و هموطنان برون مرزی ما را با افتخار روز زبان دولتی که رمز مقدس و جاودانه هستی ملت، مهمترین نشانه دولتداری ملی تاجیکان و اساسی ترین عامل وحدت و سرجمعی مردم تاجیکستان می باشد، صمیمانه تبریک میگویم. زبان ما در ظرف تاریخ و تمدن بیش از 6000 ساله ملت تاجیک راه پرشیب و فراز را طی نموده، سرنوشت پرحوادث و جهان معنوی تاجیکان را با تمام آب و رنگ و درخش و جلای خود انعکاس کرده است و برای خودشناسی و خودآگاهی ملی خلق تاجیک نقشی برجسته بازیده است. با زبان تاجیکی که از جمله یکی از قدیمترین و گوارا و زیباترین زبانهای دنیا و حساب می رود، تاریخ باستانی و فرهنگ و تمدن کم نظیر ملت انشا گردیده است که به جهانیان از حکمت زندگی و اخلاق حمیده انسانی سبق ماندگار و آموزنده داده است و این رسالت خویش را تا امروز ادامه داده ایستاده است. دلیل باستانی بودن ملت تاجیک و زبان تاجیکی را همچون جزء ترکیبی تمدن آریایی دانشمندان و عالمان بلندپایه جهانی در آثار زیاد علمی خود اعتراف و تصدیق کردند. زبان تاجیکی در طول تاریخ چندین هزار ساله خود با وجود مانع و مشکلات زیادی در مسیر رشد و حتی موجودیت آن ایجاد شده، هم نفس و هم قدم ملت تاجیک و الهام بخش فعالیت علمی و ادبی، فرهنگی و معنوی و سیاسی و اجتماعی تاجیکان بوده است. در رابطه با این خاطر نشان می نمایم که بعد عملی گردیدن آرمان بیش از 1000 ساله خلقمان رسیدن به استقلال دولتی، ما امکان پیدا کردیم که با مسئله احترام و گرامی داشتی واقعی زبان مادری خود تأمین نمودن مقام و جایگاه ارزنده آن در جامعه و رشد منبعده زبانمان اهمیت مخصوص دیم. امروز مسئله زبان یکی از سمت‌های مهمترین سیاست دولت و حکومت تاجیکستان صاحب استقلال به شمار می رود. زیرا دولت به زبان وجود داشته نمی تواند و زبان شناسنامه دولت و گذشته از این یکی از مقدسات اساسی آن می باشد. غمخواری و توجه دولت نسبت به زبان همچون ثروت بی‌بها و نشانه مهمترین استقلال و آزادی، صاحب دولتی و صاحب فرهنگی و عامل اتحاد و سرجمعی مردم کشور منتظم می افزاید. ما افتخار داریم که آثار جاودانه به زبان ناب تاجیکی تألیف نموده گذشتگان ما گنجینه فرهنگ و تمدن عمومی بشری را با بهترین نمونه های علمی و ادبی
و اخلاقی و معنوی غنی گردانیده است. همچنین مایه سرفرازی هر یک فردی ملت است که امروز زبان دولت تاجیکان از منبرهای بلند سازمانهای بانفوذ بین المللی صدا می‌دهد. توسط پیگیرانه عملی نمودن سیاست دولتی زبان، ارزش‌های زبانی و قدرت واقعی زبان تاجیکی در تاریخ نوین تاجیکان، در تفکر جامعه و زندگی و فعالیت هر روزه شهروندان وسعت بی‌سابقه پیدا کردند. با در نظر داشت اهمیت و ضرورت احترام و ارزگذاری به زبان مادری و بزرگی و نیروی واقعی آن، من بارها تاکید نمودم که زبان مادری خشت نخستین پایدیوار کاخ ملت و یکی از رکنهای اساسی دولتداری ملی می باشد. از این لحاظ برای هر یک فرد دانستن زبان مادری معنای احترام گذاشتن به ملت، مادر، وطن، دولت صاحب اختیار و واسطه پیوند با رسالت تمدن سازی و فرهنگ سالاری خلقمان می باشد. در برابر این یک نکته مهم را تاکید می نمایم. رشد بی‌سابقه جهانی معاصر، مخصوصاً پیشرفت تکنیک و تکنولوژی ها و همه سمت‌های زندگی و فعالیت آدمان تأثیر رس افزون گذاشته ایستاده است. مسلم است که چنین پیشروی با رشد زبان رابطه قوی داشته، با تشکل یابی و قناعتمند گردیدن ترکیب لغوی آن مساعدت می نماید. طبیعی است که بیان مفهوم‌های نوی در مرحله کنونی حیات بشر و فرهنگ جهانی معاصر با وجود آمده، کلمه و اصطلاحات تازه ایجاد و موافق را تقاضا می کند. در این حالت و ما تاریخ پرقناوت زبان تاجیکی، گویش ها و اصول های بنیادی کلمه سازی زبانمان یاری رسانیده می توانند. برای حل این مسئله ها عالمان زبانشناس ما باید به آموزش همه‌جانبه گویش ها، تحقیق تاریخ زبان، برگردان و نشر کردن آثار عالم شمول دوره کلاسیکی از استاد رودکی تا استاد عینی و معین و دقیق ساختن اصولهای کلمه سازی زبان تاجیکی اهمیت اولین درجه دهند. دیگر اینکه در بالاروی سطح زباندانی اهل جامعه و پایداری و رشد زبانمان لغتنامه ها نقش بزرگ دارند. در این سمت ضرور می شمارم که با مقصد از بین بردن گوناگون بیانی در استفاده اصطلاحات تهیه و تدوین لغتنامه های ساحوی گسترش بخشیده شود. انجام دادن این کار وظیفه عالمان و متخصصان مؤسسه های علمی، اکادمی و دانشگاهی می باشد. آنها باید مطابق رویه های علمیشان لغتنامه های ساحوی را تهیه نمایند
تا ما توانیم آنها را در سطح دولتی تصدیق کرده برای استفاده عموم پیشنهاد نماییم. همچنین در خاطر باید داشت که تنها زبان یگانه ملی برای عملی گردیدن معاشرت در همه سمت‌های فعالیت جامعه شرایط و امکانیت مساعد فراهم می‌آورد. بنابراین برای همه صاحب زبانان ضرور است که زبان ادبی و معیارهای آن را دانند و در همه جا به کار برند. زیرا تنها زبان ادبی همچون واسطه معاشرت و رابطه بین همدیگری یک جامعه مستقل زبان مردم را در دایره یک واحد مأموری و یک کشور متحد می سازد. ما باید با مسئله آموزانیدن زبان به فرزندانمان از عائله و مؤسسه‌های تا مکتبی سر کرده تا دیگر زینه‌های تحصیلات اعتبار اولین درجه دهیم و به کودکان از خردی تلقین نماییم که دانستن زبان مادری نشانه احترام به ملت، مادر، وطن و افتخار ملی و وطنداری شماریده می شود. می خواهم با قناعتمندی خاطر نشان نمایم که سطح زباندانی نورسان و جوانان اشتراک کننده در آزمون‌های گوناگون از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است خیلی خوب و امیدوار کننده می باشد. ما باید این پدیده نیک را همه جانبه دستگیری نماییم و برای نورسان و جوانان شرایط و امکانیت باز هم بهتر مهیا سازیم. وابسته به این تاکید می نمایم که در شرایط امروزه زباندانی جوانان یکی از مسائل بسیار مهم به حساب می رود. تنها جوانانی که زبان دولتی خود را در سطح اعلا می دانند و زبانهای خارجی را در اساس آن خوب از خود می کنند می توانند در روند همگرایی با تمدن جهان فعال باشند و علم و دانش‌های معاصر را مطابق طلبات زمانه پیشرفت آموزند. خاطر رسان می نمایم که طلبات به کادرهای زباندان تا رفت می افزاید. زیرا رشد منظم همه ساحه‌های حیات جامعه، وسعت گرفتن همگرایی و همکاری و رابطه بین دولت‌ها ترجمه آثار پیشقدم خلق‌های دنیا، آموختن علم و فرهنگ جهانی معاصر و تأسیس کارخانه‌های مشترک در کشور محض با جلب جوانان زباندان عملی می‌گردد. هموطنان عزیز ما خوب می‌دانند که زبان نشان دهنده اساسی و گواهی هستی هر یک ملت می باشد. ملتی که زبان مادریش را فراموش می کند یا از دست می دهد، با مرور زمان در میدان تاریخ از آن نشان باقی نمی ماند. چون که همه شکوه و شهامت، عرف و عادت، رسم و آیین، سنت و عنعنه، معرفت و فرهنگ و اخلاق و معنویات ملی در زبان زنده آن انعکاس
و تجسم می‌یابد و از نسل به نسل داده می شود. واقعا همین زبان شیرین و شیوای تاجیکی در طول هزار سالها ملت ما را با نیروی حیات بخش خود زنده نگاه داشته است، سرجم و متحد کرده است و به دوران با سعادت امروزه رسانیده است. روندهای جهانی شوی در برابر جهت‌های مثبت ظهورات منفی تاثیرگذار پیش از همه با زبان و فرهنگ از جمله لباس ملی نیز دارند. بنابراین ما وظیفه داریم که زبان دولتیمان را همچون یادگار نادری اجدادی تمدن سازی آریای خود و مثل گوهر گرانبهاترین حیاتمان حفظ و احتیاط کنیم و آن را به نسل‌های آینده ملت آریای نژاد تاجیک در شکل بازم شفته و روان و صیقل یافته به میراث گذاریم. در برابر این در خاطر باید داشت که احترام زبان مادری، تاریخ، فرهنگ و تمدن ملی، احترام به فرهنگ و تمدن کل بشر و عامل مهم تحکیم همگرایی و همکاری میان خلقهای گوناگون می باشد. گذشته از این در زمان جهانی شوی مستحکم نمودن پایه‌های زبان دولتی توسط اجرای یکی از وظیفه‌های مهم، عملی سازی سنت‌های معیاری و حقوقی مربوط به زبان، راه اساسی رشد زبان دولتی می باشد. باور دارم که با این مسئله بسا مهم نه تنها مسئولین بلکه هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت و هموطنان عزیزمان من بعد نیز با جدیت و مسئولیت بلند مناسبت میکنند. مردم کشور بخصوص نورسان و جوانان وارثان میراث بزرگ زبانی، علمی و فرهنگی و معنوی خلقمان یک نقطه بسیار مهم و دلیل نادری تاریخی را باید همیشه در یاد داشته باشند. آثار هنوز 1100 سال یعنی 11 عصر پیش ایجاد کرده سلطان شاعران عجم استاد ابو عبدالله رودکی را امروز هر یک تاجیک به یگان مشکلی و زحمت میخواند و میفهمد. گویا که استاد رودکی همزمان ما باشد. ما باید به قدر این بخت بزرگ رسیم زبانمان را که از مادرمان یاد گرفته ایم مثل مادر خود دوست داریم، آن را احتیاط کنیم، برای تازه و به آلایش و با تراوت و زیبا نگاه داشتن آن همیشه و در هر جایی که باشیم تلاش نماییم. با افتخار از زبان شیرین و شیوا و شاعرانه و زیبای تاجیکی بار دیگر مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را به مناسبت روز زبان دولتی صمیمانه تبریک گفته و هر یک فرد وطن در جاده خدمت به خاطر حفظ و گرامی داشتی زبان دولتی برای کامیابی ها آرزو می نمایم. روز زبان دولتی
مبارک هموطنان عزیز.